سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار تازه امروز 11 فوریه در خدمت شما. انتظار می رود به زودی مقامات بلندپایه تاجیکستان و قرقیزستان مسئله جنجالی تعیین علامتگذاری مرزی دو کشور را بررسی کنند. یک فرد آگاه از مذاکرات بر رادیو آزادی گفت ممکن است هیئت‌های رسمی تا 3 روز دیگر در ناحیه اسفره گفتگو داشته باشند. از این پیشتر گروه‌های مشترک گشتزنی تاجیکستان و قرقیزستان برای جلوگیری از مناقشه‌های احتمالی به مثل تیراندازی روز 11 ینور به کار شروع کردند. دو کشور 976 کیلومتر مرزی مشترک دارند و تا حال بیشتر از 400 کیلومتر آن را تعیین و علامتگذاری نکردند. یک نماینده بلندپایه بانک جهانی میگوید نتیجه ارزیابی بین المللی نیروی برقیابی راغون در تاجیکستان تابستان امسال اعلان می شود. در این تحقیق گفته خواهد شد که راغون به وضع محیط زیست در آسیای مرکزی تأثیر منفی میگذارد و یا برای منطقه مفید خواهد بود. ازبکستان میگوید راغون سبب کم‌وبی در ازبکستان و ترکمنستان و قزاقستان می شود. معاون رئیس بانک جهانی در نشست خبری در دوشنبه گفت که این مؤسسه بین المللی مسئله سرمایه‌گذاری به طرح بنیاد یک خط بلندشدت برق از تاجیکستان به پاکستان را بررسی می کند که برای بنیاد این خط بلندشدت تقریباً 1 میلیارد دلار ضرور است. وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید سال گذشته در کشور بیشتر از 600 نفر بی‌درک و یا ناپدید شدند. هرچند تعدادی از آنها به نزد خانواده‌هایشان برگشتند، اما سرنوشت بعضی دیگر نامعلوم میماند. مثل فرزند لودمیلا گریشایوا که این مادر 7 سال باز است پسرش را میجوید. 7 лет назад мой сын внезапно исчез, пропал. По последнему месту жительства его не было. Как он мне объяснял по телефону, его гражданская беременная жена потеряла ребенка и сама отравилась и умерла. در جمعیت هلال احمر تاجیکستان بر رادیو آزادی گفتند که آنها همه ساله تقریباً 20 نفر از افراد بینشان شده را پیدا می‌کنند، ولی آنها در خارجند و نمی‌خواهند به نزد خانواده‌هایشان برگردند. تعدادی از زنان کوچراب در شهر کولاب میگویند که 2 ماه باز است مزد کارشان را نگرفتند. گروهی از این زنان بر رادیو آزادی گفتند با وجود زحمت زیادی که میکشند مزد کارشان را به تأخیر میگیرند که عادلانه نیست. چند پیشتر از این شهردار دوشنبه امر داد برای قدردانی زحمت زنان کوچراب در پایتخت به هر یک از آنها 1000 سامانی هدیه داده شود. در شهر خوجند مرکز ولایت سوخت نامگذاری‌های عجیب و غریب آشخانه و فروشگاه‌ها و مرکزهای تفریحی موجب تعجب مردم شده است. از جمله در این شهر میتوان نام‌های الجزیر، اپرا، اعدیه، یعصوب و امنیزه را پیدا کرد که بعضیشان هیچ ربطی به کار همان مؤسسه ندارند. نامش عجایب الجزیر برای چی خیر؟ الجزیر. این چی گفته نگاه؟ خدا شما مونده که نمیدونیم شما 4 تا گزارش کامل ویدیویی و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر، یوتیوب و هم زمینه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن‌های هوشمند.